برادری سوال داشتن که من پول خود برای فامیل خود یا برادر خود روان میکنم، اونها از استفاده نامشروعی میکنن و در بیراه مصرف میکنن. این برادر اصلا در ابتدا باید بگم که نفقه برادر بالاش فرض نیست، یعنی خصوصا برادری کلام بوده باشه و او از خودش فامیل و زندگی داشته باشه، نفقه از او بالای از این فرض نیست. در قدم دوم برای از این درست نیست که بدانه که اگر این پول در بیراه مصرف میکنه، درست نیست که برای از او پول روان کنه، باید کاملا قطعش کنه و به اندازه اگر یک جا مشترک زندگی داشته باشن به اندازه روان کنه که مصرف خانه شود، یعنی پول را به دستی از او اصلا در اختیار از او قرار ندی. از یک راهی چیزی که مصارف خانه میشه، از برنج و تا آرد و روغن و بوره و چیزهایی که ضرور است در خانه، او را خریده در خانه بگذاره و اصلا در اختیار ای تو برادر هیچ پول قرار ندهد، الا یعنی پولی اندکی که مصرفی جیب خرچی و یگام چیزایی ضروری اگر بیخی نداشته باشه، اون از باب احسان، نه اینکه بالای از این فرض بوده باشه. الله تعالی هر مسلمان خانواده و زندگی و همه چیز اصلاح بکنه و برادر توفیق بدهد.